پسنداز پول. الی و ابراهیم دخترخاله پسرخاله هستند. هر دوی آنها در یک شرکت در مرکز شهر کار می کنند. الی با اتوبوس سر کار می رود و ابراهیم با قطار. الی و ابراهیم هر دو می خواهند برای خودشان ماشین بخرند. از آنجایی که الی با خانواده‌اش زندگی می کند، یک ماشین بزرگ می خواهد، ولی ابراهیم یک ماشین کوچک می خواهد. آنها یک روز وقت نهار دوستشان حسن را که یک ماشین دارد می بینند و از او درباره چگونگی خرید ماشین سوال می کنند. حسن به آنها می گوید که هر هفته با پسنداز کردن مقداری پول توانسته پول کافی برای خرید ماشینش جمع کند. الی و ابراهیم فکر کردند که چه ایده خوبی است. آنها تصمیم گرفتند هر هفته مقداری از حقوقشان را کنار بگذارند تا زمانی که پول کافی برای خرید ماشینشان داشته باشند، چرا که خرید ماشین پول زیادی می‌خواهد. اگر آنها هفته‌ای $100 از حقوقشان را کنار بگذارند، بعد از تقریباً یک سال $5000 خواهند داشت که این مقدار پول برای خرید یک ماشین کافی است. آنها به بانک رفته و هر کدام حساب پسندازی برای خود باز می کنند. هر هفته هر کدام $100 پسنداز کرده و در حساب بانکی خود می گذارند. آنها بعد از گذشت تقریباً یک سال پول کافی برای خرید ماشین دارند. آنها خوشحالند که صاحب ماشین شده‌اند. الی تصمیم می گیرد که دیگر پسنداز نکند. حالا او ماشینش را دارد و می‌خواهد پولش را خرج چیزهای دیگر کند. ابراهیم تصمیم می‌گیرد به پسنداز کردن ادامه دهد برای یک زمانی که شاید نیاز باشد چیز دیگری بخرد. 3 ماه بعد دایی الی و ابراهیم با آنها تماس گرفته و از آنها می‌خواهد تا فوری به شهر زادگاهشان سفر کنند، زیرا که حال خالشان خوب نیست. ابراهیم می‌گوید بله، من خواهم آمد. زیرا او پولش را برای روز مبادا پسنداز کرده و مبلغ کافی برای خرید بلیط دارد. الی شروع به گریه می کند زیرا که پول برای خرید بلیط ندارد. او آرزو می کند که ای کاش مقداری پول پسنداز کرده بود. روز بعد الی ابراهیم را به فرودگاه می رساند و با او خداحافظی می کند. او از اینکه نمی تواند خاله اش را ببیند ناراحت است. الی نتیجه می‌گیرد که همیشه باید مقداری پول برای خرج‌های غیرمنتظره پسنداز داشته باشد. پس به بانک رفته و دوباره حساب پسندازش را فعال می‌کند. الی خوشحال است از اینکه مقداری پول برای خرج‌های غیرمنتظره پسنداز کرده است. به خاطر داشته باشید پسنداز پول کنار گذاشتن مقداری پول است برای استفاده آن در آینده. پسنداز پول به شما کمک می کند از عهده پرداخت هزینه چیزهایی که قیمتشان زیاد است برآیید. داشتن پول پسنداز به شما کمک می کند از پس خرجهای ناگهانی و غیرمنتظره برآیید. برای دریافت کمک جهت آموزش پسنداز پول با سنترلینک فاینانشیال اینفورمیشن سرویس آفیسر با شماره 13 23 20 تماس بگیرید.